بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بیننده عزیز، حلقه سیوم درباره جنگ جمل است. خب ما در جای توقف کردیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه مقداد و قعقاع را به نزد مادر عایشه فرستاد. وقتی که قعقاع به نزد مادر عایشه آمد، در اومد گفت مادر جان، یعنی میدانید که حضرت عایشه مادری مؤمنان هستند به دلیل آیت و ازواجه امهاتهم، یعنی زنهای پیامبر مادران مؤمنان هستند. چه چیز گفت شما را اینجا آورد؟ ام المؤمنین گفتن که من برای اصلاح و صلاح امت برآمدم. قعقاع گفت طلحه زبیر رو چه چیز به اینجا آورد؟ آیا میشد که طلحه زبیر رو نیز اینجا فریاد کنیم و یک جای نشینیم و در اطراف همین مسئله گفتگو کنیم؟ خب وقتی که طلحه زبیر هم آمدند، قعقاع گفت من مادر مؤمنان رو پرسیدم که چی چیز شما رو اینجا آورد؟ گفتن اصلاح. هر دوی شما رو چه چیز به اینجا آورد؟ اونا گفتن که ما برای اصلاح آمدیم و ما مادر مؤمنان را اطاعت میکنیم. قعقاع گفت ما را به اصلاح میخوایم اصلا، بیاید گفت با هم مصلحت کنیم، با هم مشورت کنیم، یعنی که این مسئله رو یک جای بینیم. طلحه و زبیر گفتن که ما برای خاطر خونخواهی عثمان آمدیم، اگر این رو نکنیم قرآن اهمال میشود، یعنی یک حکمی از حکم قرآن گویا که اجرا نمیشود. ما تلاش میکنیم که همین حکم اجرا شود و قرآن زنده شود. یعنی که 4 ماه است، 5 ماه است که نمیتونیم که از خلیفه کشته شده خود قصاص کنیم. این خیلی از گفت آینده اگر این خیلی آشوب سر زند، این خیلی بی ترتیب، خیلی اوباشو از هر طرف بیان خلیفه رو کشتن گیرن، یک رویش و سنت یک میشود، بعد دیگه مسلمانان نمیتونن دیگه دولت داشته باشند. اونا برای این باید که از اینا قصاص گرفت تا اینکه برای آینده ها این چیز یک درس عبرت شود. به اصطلاح همین چیز را حضرت طلحه و زبیر مطرح کردند. قعقاع بسیار سخن منطقی کرد. ببینید آداب قعقاع رو ببینید که وقتی با حضرت عایشه نشست گفت ای مادر، گرچه که خلاف سیاسی ببینید اختلاف سیاسی اونها رو از هم نگسخت، اونها رو از هم جدا نکرد. گفت طلحه و زبیر، گفت با قعقاع با طلحه و زبیر گفت که این شما آمده، گفت از اطراف بصره، گفت چند کسی که از اونها بودن کشتید. چه که در ابن کثیر و دون اومده است 600 نفر از قاتلان عثمان رو در بصره کشتن. 600 نفر، یعنی شما این 600 نفری که کشته شد این جنگ نامش جمل صغرا میگن، جمل میده، یعنی که تو این جمل کبرا، جمل اساسی، این 600 نفر رو کشته بودن. حالا باشه گفتن 6000 کس خشم گرفته، یعنی یک نفر اونها آنجا به نام حرقوس ابن زهیر گریخت، اونو کشته نتونستن. وقتی با این قبیلش رفت 6000 نفر شمشیر برداشت و برآمد گفت که ما اینا برای تو تسلیم نمیکنیم، شما حق کشتن نداری. دیگه اینو توقف کرد و برای یک کس شده مثلا با 6000 جنگ نکردن. یعنی که اینجا قعقاع منطق اون رو خطاب میکنه، میگه که دیده که برای 600 نفر کشته، برای یک حرقوس شده 6000 نفر خیست. غیر از این وقتی که اینا مردمی چی فهمید، گفت مزری و ربیعی و یمنی فهمید، اونها هم دیگه خشم گرفتن بالا اینو، اونها هم یعنی که آماده شدن که از اون حرقوس دستگیری کنن، یعنی که او رو به حمایت خود گیرن. یعنی ما همین منطقه میگیم که یعنی که وقتی که ما حالا قدرت نداریم، اینها قفای اینها قبیله های مستحکمی هست و بعضی قبیله هم پیمان، بعضی اعرابی بادیه با اینها هم پیمان هست، ما امکان اینها رو از اینها قصاص گرفتن نداریم. یعنی قعقاع با همین ملایمی یا با نرمی با آرامی به اینها به منطق خوب، منطق زیبا با اونها بیان کرد. حضرت عایشه گفتن خیلی تو چی میگی نباشد؟ به قعقاع گفت دوای این کار به اعتدال آمدن وضعیت است. یادتون باشه در یک حلقه اشاره کردم حضرت علی گفتن که وضع معتدل بشود. بعد گفت همین که معتدل شد اونها رو یک تا از هر قبیلهش بیرون بکشم و حکم الهی رو بالا اونها جاری میکنم. اگر شما ما رو بیعت کرده علامت نیک است و رحمت است و عافیت این امت است، و الا علامت شر رو بگیم که بدی برای بالای امت است. یعنی شما باید چنونی که پیش بودید کلید نیکی باشد، شما باید کلید خوبی برای این امت باشد، دری بلا رو محکم کنید. میگه اگر ما دری بلا رو محکم نکنیم هر دوی ما رو میبرد این بلا، این فتنه، این آشوب. گفتند آفرین، درست گفتی، برو نزد علی. یعنی که این که بکی گفت طلحه و زبیر و عایشه، برو نزد علی، اگر او هم فکری تو باشد این کار حل خودش یافته است. یعنی باز به همین فکر بازگشتن طلحه و زبیر و عایشه رضی الله عنهم. قعقاع نزد علی بن ابی طالب رفت
لیکن عجیب است که در عین همون زمانی که قعقاع با این 3 نفر صحبت میکرد، نمایندگان از بصره نزد علی بن ابی طالب رفته بودند. گفته بودند که علی، طلحه و زبیر فکری خونریزی ندارد، ام المؤمنین فکری خونریزی ندارد، فقط هدفشون اصلاح است. وقتی که این گپ برای علی گفتن، ولی قعقاع برنگشته بود. علی بن ابی طالب 2 نفر فرستاد تا اینکه همین خبر تاکید کنن که آیا در حقیقت طلحه و زبیر فکرشون یعنی که خون نریزاندن و فقط فکرشون اصلاح است، یا اینکه گویا که شورش علیه که حکومتی قانونی باشد. یعنی حضرت علی می‌خواست از این چیز تاکید کنه. اون 2 نفر رفتن اومدن گفتن که در حقیقت نیت اونها خونریزی نیست، یعنی آدم کشی نیست، نیت اونها آشوب هم نیست، نیت اونها فقط چی از اصلاح است. میخوان که امت اصلاح کنن و از همین چیزا قصاص گرفته شود. علی بن ابی طالب خیلی خوشحال شد. میگه که خواست که که خودش میگه به بصره رود و نزدیکی بصره هم آمد و نزدیکی اردوی طلحه و زبیر اینها اردو زدند، این که خیمه زدند لشکریان علی بن ابی طالب. تصور کنید 2 لشکری که باید با هم جنگ کنند، نزدیکی هم که خیمه زدند نشستند. یعنی در لشکر علی هم مزری، یعنی نام قبیله از مزر و ربیعی و یمنی بود. در لشکری که طلحه و زبیر هم از این قبیله اینها بودن، با هم نشستن صحبت میکردن، شوخی میکردن، باز میکردن. یعنی که کسی فکر جنگ نداشت. یعنی الکی انسان ها همگی قانع شده بودن که بین اونها صلح خواهد شد. علی، طلحه و زبیر واخوردن و صلح هم شد و همه سرلشکران، یعنی سرلشکران فرستادن که صلح شد، بین ما یکم کش و کش نیست، همدیگر فهمی شد. و علی بن ابی طالب بینید وقتی که همدیگر فهمی شد، علی بن ابی طالب برآمدن باز یک دستوری واضح دادن، گفتن که ای مردم، من به بصره رفتنیم، چون اینا نزدیکی بصره بودن، من به بصره رفتنیم، شما هم با من آیید. همون که در لشکرشون بود. اما کسی که در کشتن عثمان رضی الله عنه شرکت داشت یا دست داشت یا کمک کرد، با ما نآید. انا این جمله دیگر چی شد؟ نیت خالصی حضرت علی را برای که لشکری طلحه و زبیر و ام المؤمنین بیان میکرد. از طرف دیگر اون آشوبگران، اون جنایتکاران، اون اوباشایی که آمده بودن دیگر برای خود خطر احساس میکردن. میگن که مردم، یعنی که بهترین شبی که بعد از مقتل عثمان بود برای اونها همین شب بود. همه خوشحال، همه خرسند، همه مژده که دیگر صلح شد، دیگر خونریزی نمیشود. اما برای آشوبگران باشد بدترین شب حساب میشد که اونها یعنی که شب خیلی بده میگذراندن، زیرا صلح به منفعت اونها نبود. صلح معناش بود که اونها کشته خواهند شد، صلح معناش بود که قصاص بالای اونها جاری خواهد شد. تمام شب مشورت کردن، گفتن که اینها صلح کردند، نیت هر دوش، یعنی نیت علی و طلحه و زبیر و عایشه این چی از یک هست، نابود کردن ما. گفتن اینا در لشکر علی بودن، یعنی که این فتنه‌گر و آشوبگرا، اینا گفتن هر دوش صلح کرد فقط حساب خونی ما، هر دوش صلح کرد حساب ما رو قربان کردن. در حقیقت این برداشتشون درست بود، صلح برای خاطر اینا رو نابود کردن بود. اما مشکلی چی بود؟ اینها را در لشکر حضرت علی بودن که اینا رو جدا کردن مشکل بود. بنابراین در بالا گفتیم که حضرت علی گفتن که کسی که در خون عثمان دست دارد و کمک کرد و در اونجا اشتراک کرد، باید که با ما نآید و جدا شود، چون که چی اونها رو کشتنشون آسان شود. این هم یک گویم که بسیار نقشه زیرکانه بود. اما الله تعالی دیگر ارادهش از همه بالا هست. سبعی‌ها که صلح رو نمیخواستن، خیلی که ابن حزم میگه، تبری میگه، ابن تیمیه میگه، ابن کثیر میگه، ذهبی میگه، ابن خلدون میگه، همه علمایی که در اطراف همین چیز کتاب نوشتن اتفاق دارن که سبعی‌ها حرکت میکردن که همین صلح واقع نشود. یک نقشه ابلیسی کشیدن، یک نقشه شیطانی کشیدن تا اینکه همین چیز واقع نشد، همین صلح واقع نشد. خیلی گفتیم شبانه نخوابیده مشورت میکردن. گفتن که بین اینها هم مزری بود، بین این هم مزری بود، بین این ربیعی بود، بین هم ربیعی بود، بین این یمنی بود، بین این هم یمنی بود. یعنی که گفتن که مصلحت کردن که در وقت تاریکی پیش از نماز بامداد باید که با کی هجوم کنن، با یک دیگر هجوم کنن. اصلا گفتن بیناشون علاقه خوب بود، رفت آمد بود، گویا که این به این طرف رفت، این طرف به این طرف رفت و بیناشون انسان‌هایی بودن که انسان‌های نفوذی، یعنی انسان‌هایی که همون منظومه نظامی رو رخنه کرده بودن، یعنی انسان‌های مدسوس بودن. رفتن لشکر علی برآمدن، رفتن طرف زبیر، آدمای زبیر رو کشتن. از اون طرف برآمدن لشکر علی رو آدماش کشتن
با همین دیگه علی گمان کرد که اونها صلح و ایران کردن، اینا گمان کردن که علی صلح و ایران کرد. دیگر بیناشون چه شد؟ زد و خورد شدید شد. یعنی که این سیاست ها خیلی سیاست مشهور است در این زمان خودمون. وقتی میگن که هیتلر میخواست که به لهستان هجوم کند، همین قدر بهانه کرد، لهستان بهانه نداد برای آلمان. مجبور شدن آلمانی ها لباسای نظامی های لهستانی رو پوشیده، بس یعنی که آلمانی لباس لهستانی پوشیده، بعد آلمانی خودش هجوم کرد تا اینکه برای هیتلر یک بهانه برای هجوم کردن به لهستان شد. عیناً همین چیز بین همین لشکری علی بن ابی طالب و طلحه و زبیر و ام المؤمنین شد. علی بن ابی طالب میگفت چی شد؟ چی شد؟ یعنی علی نمیفهمه که چی شد. مردم میگفتن که هجوم ناگهانی کردن. کعب ابن سور نام قاضی بصره بود، انسان مخلص بود. نزد حضرت عایشه آمد و گفت که مردم را دریاب که کشاکشی سر شد. گفتم که در حقیقت تاریکی بود این کارا. عایشه باشد در حودج خود نشسته بود. ام المؤمنین حودج یعنی که اون چیزی که بالای شتر میشود، بالای اون نشسته بود و شتر را سوار شده ندا میداد که کسی نمیشنید. لیکن دیگه جنگ شد، دیگه صدای شمشیر رو دیگه هیچ کس نمیشنید. کعب ابن سور بین دو میگه لشکر استاد و قرآن رو برداشت، گفت که مردم باید قرآن رو تحکیم کنیم، ما یک امت هستیم، ما همین امت قرآن هستیم. اون سبعی ها که در صفه اول بودند این جنایتکارا، اینا با یک تیر زدند و کشتند، اما قرآنش هم به دستش افتاد و انسان شهید شد. لیکن وقتی که سبعی ها دیدن که شطوری ام المؤمنین ایستاده است، هجوم رو به همون چی کردن؟ بگیم که هجوم ام المؤمنین شطورش کردن. خیلی تیر زدن، همین خیلی تیر زدن که تا گفته میشود که هودج عایشه مثل یک خورپوش شد از تیر بسیار خوردنش. یعنی که هودج چیزی است که از چوب میشود و باز اونا لطه پیچ میکنن، شاید که اون زمان برای خاطر تیر نرسد چرم هم باشد برای اینکه ام المؤمنین زخمی نشود. یعنی تصور کنید که عایشه ام المؤمنین هیچگاه گمان نمیکرد که امت شوهرش بیاد و به سوی تیر کشاید. وقتی که حضرت عایشه دیدن که هیچ کس گوش نمیکنه، گفتن که خدایا قاتلان عثمان و شیعیان آنها را لعنت کن. اینجا شیعه به معنای پیرو است، یعنی اون که عثمان را کشت و اون که پیروی از کشندگان عثمان کرد، خدایا لعنت کن. وقتی لشکر طلحه و زبیر این چیز شنیدن، همگی تکرار میکردن، تمام لشکر به یک آواز، یعنی با خور میگفتن که خدایا قاتلان عثمان و شیعیان آن را لعنت کن. خب وقتی که علی بن ابی طالب وقتی این چیز شنیدن، گفتن چی میگن، چی شد؟ گفتن که اینا قاتلای عثمان لعنت دارن. علی بن ابی طالب هم برآمدن گفتن که خدایا قاتلان عثمان و شیعیان آنها را لعنت کن، خدایا آنها رو در هر جای خود، در صحرا باشد، خود در کوهستان باشد، خود در زمین باشد، خود در جای نباشد، اونها رو لعنت کن. لیکن دیگر جنگ شعله زد، صلح از بین رفت، کسی نمیتونست که آرامی رو بیارد. خیلی گفتیم عایشه رو همه خیلی هدف گرفتن، عایشه رضی الله تعالی عنها رو. وقتی که علی ابن ابی طالب دیدن که مردم از عایشه سخت دفاع میکنن، یعنی اطراف عایشه رو مردم بصره پیچوندن گرفتن، دیگر مادر از دیگر ناموس است. اونا عایشه رو، مسلمان ها عایشه رضی الله تعالی عنها رو که مادر مؤمنان بدونن، بنابراین نمیخواستن که تیره به عایشه رسد یا اینکه نمیخواستن که بدیه به عایشه رضی الله تعالی عنها رسد. بنابراین حضرت علی گفتن که مادامی که اون شطور ایستاده است، یعنی که این طرف این سبعه ها هجوم خواهند کرد، شما گفتن محمد ابن ابوبکر که برادری خردی عایشه بود، گفتن تو میروی خواهرت از اونجا میگیری میوی تو اینکه چی برای خاطر اون که نامعلوم شد، گفتن شطور پاشم میزنی، پای شطور گفتن میزنی با شمشیر تو اینکه شطور افتاد. وقتی شطور که افتید دیگر هجوم به سوی کمتر میشود، احتمالی کشته شدن هم نمیشود. و محمد ابن ابوبکر هم رفت همون چیزی که حضرت علی گفته بودن کرد، یعنی که با چند نفر رفتن همون شطور حضرت عایشه رو پاشو بریدن. وقتی شطور افتاد، حضرت محمد ابن ابوبکر دستش رو در آورد که بیند که زنده است، اون خواهرش. مادر مؤمنان عایشه رضی الله تعالی نمیدونستن که این دستی کیست، یک نامحرم است. شاید گفتن که خدا دستت سوزد الهی، نمیدونستن که برادر. گفت من برادرت هستم. گفتن یعنی که حضرت محمد گفت من برادرتم. بعد محمد ابن ابوبکر حضرت عایشه رو گرفت و به طرف لشکرگاه حضرت علی آورد و اونجا در یک جای امن حضرت عایشه رو جا دادن. خب دوستان عزیز، اینجا حلقه ما با پایان میرسد. انشاءالله در حلقه آینده دوام قصه را به شما خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.